فرانسه، اقلیم کردستان عامل مهمی در امنیت و ثبات منطقه است. وزیر خارجه فرانسه که به اربیل سفر کرده است، تصریح کرد که اقلیم کردستان عامل مهمی در امنیت و ثبات منطقه است. عصر امروز چهارشنبه، مسرور بارزانی نخست وزیر فرانسه با ژان نوول بارو، وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد. وزیر امور خارجه فرانسه از سفر به اربیل ابراز خرسندی کرد و به دوستی قوی اقلیم کردستان و فرانسه اشاره کرد و همچنین گفت که اقلیم کردستان عامل مهمی در امنیت و ثبات منطقه است. مسرور بارزانی نیز به نوبه خود از اقلیم کردستان به خاطر حمایت‌های مستمر دولت و مردم فرانسه تشکر کرد و بر توسعه روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. در بخشی دیگر از این دیدار، دو طرف بر لزوم تشکیل هرچه سریعتر کابینه جدید برای دولت اقلیم کردستان توافق کردند. روابط اقلیم کردستان و دولت فدرال، اهمیت تضمین حقوق اساسی اقلیم و احترام به نظام فدرال و نیز از سرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز چهارشنبه وارد اقلیم کردستان عراق شد و مورد استقبال سفین دعی، رئیس فرماندهی روابط خارجه اقلیم، امید خوشنوا، استاندار اربیل و چند تن دیگر از مقامات قرار گرفت. پیش از این، وزیر امور خارجه فرانسه طی سفری رسمی وارد بغداد شد و مورد استقبال دکتر فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت. قرار است وی در اقلیم کردستان نیز دیدارهایی با مقامات بلندپایه داشته باشد. دیدار و گفتگوی وزرای خارجه فرانسه و عراق در بغداد. پس از دیدار وزرای امور خارجه عراق و فرانسه، دکتر فؤاد حسین در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود در بغداد، ضمن تمجید از روابط مستحکم دوجانبه، نقش فرانسه در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش را ستود و بر حمایت مستمر عراق در نبرد علیه تروریسم تاکید کرد. وزیر امور خارجه عراق افزود: موضوعات مرتبط با همکاری‌های دفاعی از جمله خرید تسلیحات از فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز در این کنفرانس خبری بر اهمیت دور نگه داشتن عراق از درگیری‌های منطقه‌ای تاکید کرد.